سلام، بشارتی هستم. با آموزش نصب و راه‌اندازی جارو رباتیک سکوتک مدل‌های کنگا در خدمت شما هستیم. امیدوارم که مثمر ثمر باشه. خب جارو رباتیک ها سکوتک معمولا از یه نرم افزاری استفاده میکنن به اسم اپ سکوتک. همونطور که میبینید میتونیم ما از داخل گوگل پلی یا از طریق بازار این اپ رو دانلود کنیم. اپش به این شکل نوشته میشه سکوتک. اینو میتونیم دانلود کنیم. بعد از دانلود کردن با همچین صفحه ای شما روبرو خواهید شد. صفحه ای که شما میبینید، چون من قبلا یه دونه مدل از این جارو رباتیک رو اضافه کردم، الان ما اینو میبینیم، ولی شما برای افزودن دیوایس خودتون معمولا اینجا هیچی ندارید و باید روی اون دکمه پلاس که اینجا هست و اد دیوایس، این دکمه رو بزنید و وارد این قسمت میشید. وارد این قسمت که میشید، تو قسمت اد دیوایس، اگه مدلتون رو تو اپ تعریف شده باشه با روشن کردن بلوتوثتون به صورت خودکار اضافه میشه، ولی اگه به صورت خودکار هم اضافه نشد مشکلی نیست و ما به صورت کاملا دستی یا منوال، قسمت اد منوالی پایین هست، میایم اون مدل جارو رباتیک که تقریبا 10-20 تا این مدل هست یا با سایر تجهیزات سکوتک هم اینجا میشه اضافه کرد. به صورت دستی میایم اون رو انتخاب میکنیم. بعد که به صورت دستی انتخاب کردیم به همچین صفحه وارد میشیم. میگه که باید یه وای فای مشترکی، این قسمت شاید مهمترین قسمت نصب اپ یا راه اندازی این جارو رباتیکا باشه، یه وای فای مشترکی بین گوشی شما و اون جارو باید شیر بشه. خب وای فای خونه یا یه گوشی که اون اپ فعلا روش نصب نیست و به صورت اسپات، هات اسپات شیر میکنیم، یا وای فای خونتون رو روشن میکنید یا یه گوشی دیگر رو شیر میکنید و قسمت ریکانکت، این قسمت روتر رو میزنیم. ریکانکت روتر رو که میزنیم، اسم وای فای خونتون و پسوردش رو میزنید. پس دقت کنید، اسم وای فای خونتون و پسوردش رو میزنید. بعد میایم دکمه پاور جارو رو روشن میکنیم. دکمه پاورش رو که روشن میکنید 2 تا بوق میخوره. پس ما میایم یه وای فای شیر میکنیم، اسم و رمز وای فای رو وارد میکنیم، دکمه پاورش رو میزنیم، وای فای که روشن شد. حالا این 2 تا دکمه رو، دکمه پاور و دکمه هوم، دکمه بالایی که یه فلش هست یعنی برگشت به داک شارژ، همون قسمتی که برمیگرده خودش رو شارژ میکنه، این 2 تا رو همزمان فشار که میدیم یه بوق میزنه جارو و وای فای چشمک زن، خود یه چراغ چشمک زن اینجا هست، یعنی وای فای خود جارو روشن میشه. بعد از روشن شدن حالا وارد یه صفحه ای میشیم که میگه حالا که وارد اون قسمت وای فای شدید، داخل وای فای های گوشیتون یه اسمارت لایف یا سکوتک اگه دیدید به اون وصل شید. یعنی ما قبلش با وای فای خونه رمز و پسوردش رو دادیم، حالا وصل میشیم به وای فای خود دستگاه که دستگاه رو میخوایم وصل کنیم، شناسایی کنه اون وای فای خونه رو. حالا که روشن کردیم، یعنی 2 تا دکمه رو همزمان فشار دادیم و روشن شد، دنبال این اسمارت لایف میگردیم یا سکوتک، خودش وصل میشه به قسمت سرچ وای فای خونتون. حالا که شما اونو پیدا کردید و وصل نشد، مشکلی نیست، اینجا کانفirm هات اسپات رو میزنیم. کانفirm هات اسپات رو که میزنیم به همچین صفحه وارد میشیم، connecting device، یعنی شما به اسمارت لایف که وصل شدید یا سکوتک، این وای فای خود دستگاه وصل شدید. اگه به صورت اتوماتیک دستگاه رو آورد که هیچی، اگه نیاورد کانفirm هات اسپات رو میزنیم. کانفirm رو میزنیم، وارد همچین صفحه میشیم و دیوایس اضافه میشه. دیوایس که اضافه میشه میاد تو قسمت اینجا.
یعنی ما اون دستگاهی که داریم و با مدلش میاره. این مراحل نصب وای فای بود. پس یه دونه وای فای مشترک ما از داخل خونه شیر میکنیم، رمز و پسوردش رو میزنیم، دکمه های پاور مال دستگاه رو روشن میکنیم، بعد دوتا دکمه رو همزمان فشار میدیم، بس گوشی رو وصل میکنیم حالا به وای فای خود جارو، بعد دکمه کانفرم هات اسپات رو میزنیم و دیوایس وصل میشه. بعد از وصل شدن دیوایس گوشی شما اتوماتیک برمیگرده به وای فای خونتون، یعنی هم گوشی شما به وای فای خونتون وصل شده هم جارو، و با این کار چشمک زن وای فای جارو خاموش میشه و ثابت میشه. چراغ وای فای باید روشن بمونه که عکسش من اینجا دارم. این چراغ مد نظرم هست که ثابت میشه به منظور اینکه وای فای وصل شده. خب معرفی خود پلن و پلن ها و مپ هایی که داخل خود دستگاه است. بعد از اینکه دستگاه روشن شد روی این قسمت یه تاچ میزنیم، یه کلیک میکنیم، به همچین صفحه وارد میشیم. با زدن این دکمه 3 تا گزینه میاره، یعنی با زدن دکمه پاور 3 تا گزینه میاره: مانوال کنترل، سینگل کلینینگ و اگزیستینگ پلان. مانوال کنترل یعنی به صورت دستی، شبیه فرمان یا ماشین کنترلی میشه، میتونیم جارو رو کنترل کنیم. سینگل کلینینگ یعنی اون فضایی که هست و برامون تمیز کن. ولی اگزیستینگ پلن هایی هست که شما قبلا تعریف کردید. پس اولین بار که راه اندازی میکنی شما یه سینگل کلینینگ میزنی تا نقشه خونتون به این شکل بیاره. نقشه آورد، بعدا ما میریم تو قسمت پلنامون رو اضافه میکنیم. تو قسمت پلن مثلا من 3 تا پلن اضافه کردم. وقتی اینجا رو میزنیم، دکمه مثبتش رو میزنیم، وارد اینجا میشیم، میگه شما همه اتاقا رو میخوای یا فقط یه اتاقو. مثلا اگه میخوای فقط هالو برات جارو بزنه میزنی only some rooms و اینجا مثلا تو قسمت هال یا پذیرایی که میزنی روشن میشه و بعدش وارد همچین قسمتی میشین که میتونیم برنامه ریزی کنیم که چقدر مثلا تی بکشه، میزان آبی که از قسمت تی زدن میاد یا قسمت پاور دستگاه، یا چه روزهایی و چه ساعتی جارو کار کنه تو اون قسمتی که ما مشخص کردیم. اگه اینجا شما یه روز رو معرفی کنید یا ثابت کنید، همه هفته همون روز میره و خودشون قسمت رو جارو میکنه. قسمت مپ هم که اون شناسایی اولیه مپ تو خونتون، کل خونتون اسکن میکنه و اینجا میاره. حالا این معرفی کوچیکی ما نسبت به اون دستگاه و شکل و قیافش داشته باشیم. اینجا رادار لیزریشه، این قسمت پاورشه که گفتیم وقتی میخواید بس کنید با دستگاه به وای فای روشن میکنید. این قسمت برگشت به شارژ، یعنی خودش میره خودش رو به شارژ میزنه وقتی اینو میزنید، و که این دکمه معادل همین دکمه است اینجا، یعنی اینم بزنی باز برمیگرده به شارژ. خب روشن کردن وای فای اول چشمک میزنه وقتی این دوتا رو میزنی، ولی وقتی وصل شدی به وای فای ثابت میشه، یعنی اینکه وای فایتون وصله. قسمت عقب جارو هم به این شکل بیرون میاد که میتونید تخلیه کنید اون قسمت جمع کننده آشغال و زباله ها، و زیر جارو هم یه دونه براش یا بروس هست که از این دو قسمت میتونیم جدا کنیم. خب امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. اگه وای فای خونتون قطع شه، این نکته رو بگم که هیچ مشکلی نیست، بعد از وصل شدن دوباره خودش به صورت اتوماتیک وصل میشه. و نکته دیگه فکر کنم نمونده راجع به این مسائل که وصل شدنش به این شکله. ممنون از این که با ما همراه بودید. اگه مشکلی هم بود میتونید زیر همین پیج یا زیر همین آموزش نظرتون رو بگید، ما جواب میدیم.